تبدیل متن به تصویر در ظرف 10 ثانیه. دوستای عزیز، با این سایتی که برای شما معرفی میکنم به راحتی شما میتونین هر درخواستی که داشته باشین متن بنویسین و به تصویر تبدیلش بکنین. لوگو میخواین دیزاین بکنین، تصویر مطابق با سلیقه‌تون میخواین دیزاین بکنین، همیشه متنش بنویسین. هوش مصنوعی با قابلیت هایی که داره فوق العاده سریع تبدیل به تصویر میکنه. پس بریم و این وبسایت را باز بکنیم ببینیم چه کارایی ها داره این وبسایت. اسم این وبسایت هست Image Space، image.space. لینک وبسایت ازی هست و میریم این وبسایت را باز میکنیم. دوستای عزیز، این وبسایت بسیار کارایی ساده داره. برای شما را یک قسمت متن را بنویسین به انگلیسی و تبدیل به عکس میشه. دوستای عزیز، این قابلیت فوق العاده حرفه‌ای وبسایت است که با هوش مصنوعی کاملا به صورت رایگان شما میتونین که متن بنویسین و تبدیل به تصویر بکنین. شما میتونین اگر تصویر مطابق میلتون نبود از قسمت ریران دوباره تصویر را چینج بکنین. وقتی میگن رو میزنین دوباره تصویر چینج میشه و دوباره هوش مصنوعی کوشش میکنه که طرح دیگه را برای شما ارائه بکنه. و همچنان شما میتونین دوستای عزیز از قسمت مدل سازی، از قسمت سیتینگ تنظیمات ازی را افزایش بکنین کیفیتش. مثلا استیپس های بکنین، کوهرنس اسکیلز های بکنین و همچنان یک قسمت مرا همیشه به آخر بیاریم. پس این کیفیتش بالا میره و از زمانی که شما سرچ بکنین از گزینه ادوانس استفاده میکنه. مثلا ما یک نوشته دیگه میکنم، نوشته میکنم که make a logo for Hussein name. حالا ببینیم که چه لوگویی میسازه که دارین طرح شما رو به تصویر تبدیل میکنه. ببینیم برای حسین چه لوگوی قشنگی ساخت. همچنین شما میتونین که عکس آپلود بکنین از این قسمت این پیکچر که میبینین، از این قسمت عکس آپلود بکنین مطابق با عکسی که شما دادین عکس‌های دیگر را طراحی میکنه.